با تشبث ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان زیر عنوان کاروان دیدار یک گروه مادرانی که فرزندانشان در قسم‌های نظامی ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادای خدمت می‌کنند و دیداربینی آنها رفته از شرایط خدمت حربی فرزندانشان دیدن نمودند. اقدام مذکور با مقصد آگاهی شدن مادران از رفت خدمت حربی و افزون نمودن حس وطندوستی و خویشتن‌شناسی در نهاد فرزندان راه اندازی گردیده است. کاروان دیدار 3 روز ادامه کرد. مادران از شرایط خدمت حربی و حالت بدوباش عسکران و افسران در قسم‌های نظامی دیدن نمودند که شماره‌شان 20 نفر را تشکیل می‌داد. نخست دیدار آنها از مرکز تعلیمی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه درواز آغاز گردیده مادران از شرایط افسران و سربازان این قسم نظامی دیدن نمودند. ضمن واخری نماینده ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان با هیئت شخصی افسران و سربازان دایر به غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری ترکستان محترم امامعلی رحمان بهر مهیا نمودن شرایط خوب خدمت حربی و ساختن و به استفاده دادن دیدبانگاه‌های نزد سرحدی در این منطقه سخنرانی نمودند. شرایط خدمت چه یک می‌بینیم بهترینه. همه دستات عالی قرار دارن. یگان کاملی نیست. همه شرایط بهترینه. خورد خوراک هم اگر در جاهای نوشی بهترین. با جوانای دیگه ما رسونم که بیان خدمت در صف قوه مسلح در قشون‌های سرحدی خدمت کنن وطن حفظ کنیم. در ادامه این دیدار با افسران و سربازانی که صادقانه بهر حمایت مرز دولتی خدمت دارند با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. سپس کاروان دیدار به سمت مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ روانه گردید که اشتراکداران از دیدبانگاه‌های نزد سرحدی ناحیه درواز، ونج، روشان، اشکاشین و شهر خاروغ دیدن کردند. خیلی شدم که اوچاجانم رو دیدم. ما هزاران بار رحمت میگویم که با تشکیل کنندگان این کسانی که با اوچاجان ما رو با نزد ما آورد خبرگیری ما آوردن. ما کوشش میکنیم که مرز بوم وطن خود را حمایت کنیم، سرحد دولتی خود را حمایت کنیم و تا آخر نفس با وطن خود صادق باشیم. با همه جوانان رسوندنی هم که خدمت بیاین خدمت کنن، خدمت خود را با سر بلندانه ادا نمایند. ضمناً در مرکز تعلیمی قشون‌های سرحدی شهر خاروغ با هیئت شخصی افسران و سربازان واخوری دایر گردید. قید کرده شد که با وطن خدمت نمودن و مرز آن را حفظ کردن وظیفه هر یک جوانمرد شجاع و با آر و ناموس کشور می باشد. زیرا آنها در مرز وطن با خاطر پایداری صلح و ثبات، حمایت خاک اجدادی و حفظ دامان پاک مادر ادای خدمت نموده ایستادند. در ادامه با افسرانی که در رفت ادای خدمت حربی سربازان را در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودند با افتخارنامه ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان قدردانی شدند. بعداً مادران از شرایط کنونی فرزندان در قسم‌های نظامی جای خواب، آشخانه، حمام، میدانچه صف آرایی، صنفخانه‌های تعلیمی دیدن نمودند. مورد ذکر است که قبلا یک گروه مادران بهر دیداربینی فرزندان با قسم‌های نظامی ولایت سوغد نیز سفربر شده بودند.